سارا تصمیم را مجبور کردند زودتر بزرگ شود. فقط 15 ساله بود که پدرش او را به یک جوان 28 ساله به زنی داد. падари ман ба ҷараёне гаравид ки ба ақидаи ман аз ислом ҷудо аст. мегуфт ки вазифаи ту чун духтар, зан ва модар будан аст. تصنیم که نامی واقعیش نیست گفت بعد این نکاح شوهرش او را برد و از خانواده جدا کرد. мо кишварро тарк кардем ва ба зодгоҳи ӯ рафтем. 6 моҳ баъд вақте ҳомила будам баргаштем. дар 16 солагӣ дар рено қонунӣ издивоҷ кардем. ман воқеан афсурда шудам, чун медидам ки ҳамсолони ман ба мактаб мераванд ва ман мехостам яке аз онҳо бошам. مثل تصنیم دختران در امریکا کم نبودند. تحقیق نشان داده است که از سال 2010 تا سال 2014 تقریباً 78,000 نورسی از 15 تا 17 ساله ازدواج کردند. این یک مشکل است زیرا آنها مکتب را ختم نمی‌کنند. 31% نادار می‌شوند. صحتی دختران نورس هنگام حاملگی و صحتی کودکانشان زیر خطر میماند. در امریکا نه تنها دختران بلکه پسران نورس هم ازدواج میکردند. تحقیق نشان داده است که بیشتر هندوهای بومی و مردم چینی تبار بر وقت ازدواج میکنند. فرزندان مهاجران در امریکا نیز. This is not unique to any one religion. There are child marriages. این خاص هیچ یک دین نیست. ازدواج‌های برماҳал در بسیار قوم‌های دیگر هم وجود دارد، ولی در بین فرزندان عائله‌ها از آمریکای لاتینی، خاورمیانه و آسیای شرقی زیادتر است. همچنین موردهای زیادتر ازدواج در بین نابالغان را می‌بینیم که والدانشان در آمریکا به دنیا آمدند. تصنیم پیش از جدا شدن 2 فرزند داشت. احساس کردم مرا غارت کردند. تحصیل مرا گرفتند. حالا برای بازپس گرفتن دانش میکوشم. در 37 سالگی بعد بزرگ شدن فرزندانش دیگر برای ازدواج کرد، ولی تا رسیدن به اینجا سختی کشید. بعد گرفتن آزادی از شما دیگر نمیتوانید آدمی کامل باشید. با گفته محققان داستان‌های چنین زنانی آسیب دیده میتواند مردم را از عاقبت‌های بد ازدواج‌های برمحل آگاه کند.